سلام دوستان، وقتتون بخیر. بچه ها برنامه پای موقع که اومد خیلی جدیش نگرفتن خب و ورود نکردن. الان هم یه عده خب واقعا پشیمونن. حالا به خاطری که این پشیمونیشونو بخوان جبران کنن، یه راهکاری هست که بتونن آقا پای کسب کنن. صد طرف میگه چرا فلانی 1000 تا گیرش بیاد. من یه راهکاری دارم، شما 2-3 هزار تا هم گیرت میاد. متوجه چی بهت میگم؟ حداقل 2000 تا 3000 تا پای گیرت بیاد. اونا 6 سال زحمت کشیدن، شما 3 ماه زحمت بکش 3000 تا پای گیرت بیاد. به شرطی که یه ماه اولش هم صبر کنی تا 30 روز ماینینگ تموم بشه و اجازه KYC بهت بده. وقتی KYC کردی من بهت میگم حالا چجوری KYC کنی. گروه واتساپی که همینجا داخل همین کانال مشترک بشی گذاشتم، این گروه واتساپی عضو بشو، بیا اونجا سوال کن. آقا مهدی چجوری من آقا این داستانی که گفتی رو انجام بدم؟ من برات کامل توضیح میدم. ان شاءالله من اونجا خوشحال میشی.